یکی از بزرگان دین قاضی ابن عربی میگه زن صالحه و زن پارسا و عابده یک رزق است، نعمت است که خدا فقط و فقط برای متقیان میدهد. اگر در جامعه مرد بی غیرت بود، زن با حیا بود، اون مرد اسلام میکنه. یک زن را دیدم که تفلکش در آغوشش سر نداره، اون به طرف آسمان. من خنده را بر لبهای خود حرام کردم تا زمانی که خانه الله را از شنگ غاصبین و صلیبی ها آزاد نکنم. یک جمله گفت والله لن یعود ما دمنا الرجال. قسم به الله است که مسیحی ها و یهودی ها بر نمی گردن به سمت بیت المقدس تا زمانی که ما مردان زنده باشیم. دیگر سلطان صلاح الدین دنیا ندارد. به گفته مولانا مرده باد اون دنیایی که یک ابوبکر و عمر به اون دنیا نباشد. اسرائیل یک شعار دارد، بسیار خطرناک شعار است. فرمودم محمد مات خلف بنات. محمد مرد، زنان را به جای خود گذاشته. نمونه و الگو در تاریخ اسلام، یعنی تنها مردان نبودند که از خود رشادت ها نشان دادند، تنها مردان نبودند که در تمام میادین در کنار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حاضر بودند، بلکه زنان هم در تاریخ ما داریم که نمونه هست و الگو هست برای دیگر زنان تا قیام قیامت. حتی اگر از تاریخ بشریت ما حرف بزنیم، ما کسان داریم به نام آسیه که سر و صدایش تمام عالم را گرفته است، همسر فرعون، ظالمترین مرد روی زمین را همسرش است، بزرگترین دشمن خدا را همسرش است، ولی در خانه همون بزرگترین دشمن خدا بزرگترین محبوب خدا هم وجود دارد که او صفیه است، او آسیه است. و اگر همین قسم آهسته آهسته بیاییم، مریم میبینیم که قرآن سوره‌ای دارد به نام سوره مریم. ولی من پیش از اینکه صحبت را آغاز بکنم امیدوار هستم که الله رب العزت و الجلال شمعی از محبت اونها، از علاقه از اونها، از شجاعت اونها که نسبت به دین نشان دادن، الله به زنان و خواهران و مادران ما هم نصیب بگرداند. ولی متاسفانه امروز خیلی کم میبینیم زنان نمونه و الگو را. خیلی کم میبینیم اون زنانی که در کنار مردان خود استاده بشوند و کمر همت خود را بسته بکنند تا خدمت دین الله را بکنند. خیلی کم میبینیم. عزیزان من، امروز چیزی که از میان جوامع اسلامی برداشته شده و شیطان و شاگردان شیطان، ابالیس و ابلیس های زمان یهود و نصارا، دشمنان اسلام در صددش هستند که از بین ببرند، حیا و عفت است. اگر شما پرسان بکنیم بزرگترین سرمایه‌ای که الله برای زنان داره چی است؟ حیا و عفت. پناه بر خدا که الله این سرمایه را از زن بگیرد، دیگر هیچ چیز به اون زن باقی نمیماند. ولی امروز فوکس دشمن، تمرکز دشمن، حملات دشمن سر این است که این سرمایه را از زنان ما بگیرن، این سرمایه را از مادران ما بگیرن، این سرمایه را از خواهران ما بگیرن، حیا و عفت را از اونها سلب بکنن. حیا و عفت خیلی نعمت بزرگ است، هم برای مردان هم برای زنان، ولی برای زنان خیلی اهم است. اگر امروز به معنای واقعی حیا و عفت در میان خواهران وجود می داشت،
دوست دختر و دوست پسر پیدا میشد؟ اگر به معنای واقعی حیا و عفت امروز در میان خواهران و مادران وجود می داشت، آیا دغدغه و سر و صدای جشن ولنتاین و روز عاشقا به این سرزمین می بود؟ مسلمانی، ولی هنوز هم جشن ولنتاین را تجلیل می کنیم. واقعا جای بسیار شرم است که امروز جوان مسلمان پت و پنهان برو جشن ولنتاین را. جشن ولنتاین جشن بی حیایی، جشن بی عفتی، جشن زنا، جشن ارتباط های نامشروع، غیر اینا چیزی دیگه هست با آواز بلند میشم. پس من به همین خاطر باید روی این خیلی صحبت بکنیم که زنان الگو و زنان نمونه در تاریخ اسلام چگونه زیستن، چگونه زندگی کردن، چه کارهایی که نکردن. به گفته ابن هشام، یکی از وزرایی که در کنار رسول صلی الله علیه و سلم مثل کوه قائم بود و ثابت قدم بود در کنار پیامبر خدیجه بود رضی الله تعالی عنها. خدیجه بود بهترین وزیر رسول صلی الله علیه و سلم در سخت‌ترین روزها. به گفته خود رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، خدیجه زمان به من ایمان آورد که مردم مرا تکذیب میکردند، زمان به من مال خود را مصرف کرد که مردم به من بخیلی میکردند و بهترین مونس و همدم من خدیجه در روزگاری بود که من انیس نداشتم، مؤنس نداشتم. ای کاش الله زنان ما را هم این گونه بگرداند. باور بکنین اگر یک زن نیک و پارسا و عابده در خانه یک مسلمان باشد که الله نصیب هر کس نمیگرداند. هی رزق یساق لمن اتقى ربه. یکی از بزرگان دین قاضی ابن عربیس میگه زن صالحه و زن پارسا و عابده یک رزق است، نعمت است که خدا فقط و فقط برای متقیان میدهد. او به تلاش به دست نمی آید، او به زحمت به دست نمی آید. دیگه کسی میگه من تلاش میکنم، پیش فلانی مولا میرم، پیش فلانی حاجی میرم، پیش فلانی شیخ میرم. یک زن خوب از من قشر خود پیدا بکنه. نه عزیز من، یک آینه جلوه روی خود قرار بده، خود را یک محاسبه بکن، یک ارزیابی بکن، زندگی خود را یک دفعه نگاه بکن، ببین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در کجای زندگی چقدر رنگ داره. یعنی می شود الله اسراف بکند؟ می شود الله بهترین بنده خود یک دختر پارسا و عابده را به گیر مرد بدهد، به دست مرد بدهد که اون دشمنش باشه؟ این خب باز از معجزات است که اگر تو اتفاق بیفتد. پس بنابراین عزیزان من، اگر زنان ما صالح شدن، اگر زنان ما اصلاح شدن، اگر مردان اصلاح شدن در خانه، اگر زن بی حیا بود مرد با غیرت داشت، او زن با حیا میشه. اگر در جامعه مرد بی غیرت بود زن با حیا بود، او مرد اسلام میکند. یک اصطلاح ما نداریم میگه هر مرد موفق را در کنارش چی است؟ یه زن موفقی است. رسول صلی الله علیه و سلم خدیجه را دارد، ابراهیم ساره را دارد، علی فاطمه را دارد. این مثال ها و نمونه هاست. زنان الگو و نمونه. باور بکنین امروز وقت در صفحات ما میبینیم، شما هم مشاهده میکنین، من هم مشاهده میکنم، میبینیم که در فلسطین، در غزه، در خطرناکترین لحظات که مادر طفل خود را در آغوش گرفته سرش نیست، من همین بیگاه یک دختر را دیدم که را بسیار جستجو کردن که پیدا بکنن بعد از اینکه انفجار دادن اون منطقه را. این بازمی پایکای شردوش پریده و رفته در یک سیخ بالای تعمیر بند مانده. در همین تو لحظات
که سخت‌ترین لحظات است. اگر این حالت به سر زنان افغان بیاید، والله اعلم که اینو چی میکنن، چه کفر که سر نمیدهند، دور از خوبان باشه. ولی در همون خطرناک حالتی که شوهر را از دست داده، پسر را از دست داده، دختر را از دست داده، یک زن را دیدم که تفلکش در آغوشش سر نداره، رو به طرف آسمان. رو به طرف آسمان است. میگه خدایا، به عربی میگه خدایا این را بردی، من هم انتظارش میکشم. خدایا شهادت تنها برای دختر و پسر و شوهر دادی، من چی کرده بودم؟ برای من هم شهادت نصیب بگردن، ولی گوش کر ما نمیشنود. من جمله را گفتم اینجا هم باید بگویم. دیروز بود یا پریروز، روز چهارشنبه، من در پلخمری ایره گفتم که سلطان صلاح الدین ایوبی نمیخندید. کسی از پیشش پرسان کرد، جوان 27 ساله است، برای جوانان هست دیگه، طرفی کلام هم برای جوانان است. 27 ساله است یا 28 ساله است. برش گفتن چرا نمیخندی ای سلطان؟ صلاح الدین ایوبی گفت چگونه من بخندم در حالی که بیت المقدس به دست دشمنان خدا هست. من خنده را بر لبهای خود حرام کردم تا زمانی که خانه الله را از شنگ غاصبین و صلیبی ها آزاد نکنم. من خنده را بر لبهای خود حرام کردم. بعد از اینکه آمد بیت المقدس را آزاد کرد، میفهمین چی جمله گفت؟ این جمله واقعا آدم بسیار میتکانه، شرم آدم میآید. این جمله گفت والله لن یعود ما دون الرجال، قسم به الله است که مسیحی ها و یهودی ها بر نمیگردن به سمت بیت المقدس تا زمانی که ما مردان زنده باشیم. ما مردان زنده باشیم. گفت قسم به الله است که اونا عود نمی کنن، برگشت نمی کنن تا زمانی که ما مردان زنده باشیم. دیگول فرمانده ارتش فرانسه بعد از این که دوباره بعد از جنگ جهانی اول برگشتن، آمدن سر قبر سلطان صلاح الدین با لگد محکم به قبر سلطان صلاح الدین زد. گفت قد رجعنا یا صلاح الدین، ما دوباره برگشتیم. معنی است که مرد باقی نمان، مرد دیگر سلطان صلاح الدین دنیا ندارد. به گفته مولانا مرده باد اون دنیایی که یک ابوبکر و عمر به اون دنیا نباشد. به رب کعبه قسم اگر امروز کسی که عمر را دیده بود در دنیا می بود، یک قسم برادر خواهر موتور تارمار نمی کردن. تو غزه را دیدی؟ تصویرش دیدی؟ قبرستان درستش کردن، ویرانه ساختنش. کدام روز و کدام شب و کدام صبح نیست که در فراز آسمان گریه یتیم غزه و فلسطین به آسمان بلند نشود. از یک خانه یک طفل 3 ساله زنده مانده، اونم سرش کفیده و بسیار جا فرجه ایجاد شده در سرش، او گریه میکنه از یک خانه. یعنی هیچ تغییری به ما نیامده. اسرائیل میدونین چی میگه؟ اسرائیل یک شعار داده، بسیار خطرناک شعار است. فرمودن محمد مات خلف بنات، محمد مرد زنان را به جای خود گذاشته. مرگ زنان خودسان، مرگ یهود نصارا. خیلی جالب است. محمد مات خلف بنات. عزیزان من باور بکنیم جای بسیار